تو این دنیایی که زمان کند میگذره و هر قطره شراب دروازه‌ای به بعد دیگریه، شراب‌ها به عنوان اسیران زندگی میستند و تلخترین نیمه زندگی رو به شما هدیه میدن. این نقطه جاییه که هر بطری داستانی داره که منتظر حل شدنه و جایی که جوهر قرون در یک لیوان گرفته شده. تصور کنین که در میان باغ‌های انگوری ایستادین، انگورهایی که آفتاب بهشون تابیده میشه و به شما وعده‌های رنگین میدن. هر ساقی انگور داستانی از مقاومت، صبر و هنر طبیعت با هنر بشر رو روایت میکنه. از دره‌های سرسبز تا تپه‌ها، باغ‌های انگور شما رو به کاوش در رازهای خودشون دعوت میکنن. هر موقع یه لیوان شراب بریزین، به روی شما دریچه‌ای از طعم و بو باز میشه. رنگ‌های قرمز رقصان در نور میپیچن و عمق و پیچیدگی رو وعده میدن. هر چرخاندن بوی جذاب از توت فرنگی‌های رسیده، ادویه‌های خاکی و گل‌های دلانگیز رو به حس شما القا میکنه. با یک آغاز دستخورده زمان متوقف میشه. لطافت و خوشایندی این نوشیدنی شما رو در اختیار میگیره و لایه‌های مختلف طعم میشکافه که همچون فصل‌های یک رمان به ترتیب برای شما باز میشن. شاید یک شراب قوی و پرشور با انگورها و توت‌های سیاه و چوب سرو، یا شاید یک شراب خنک با طعم سیب سبز و مرکبات. اما شراب‌ها فقط نوشیدنی نیستن. اونا بازتابی از فرهنگ، تاریخ و شور و شوق هستن. از آیین‌های باستانی تا جشن‌های مدرن، شراب‌ها در سراسر جامعه بافته شدن. نشانگر وحدت، شادی و لذت‌های ساده زندگی هستند. پس لیوان‌هاتون رو بلند کنین و به جادوی شراب‌ها تبریک بگین. هرگاه یه ذره از اون رو میچشین، شما صرفاً در حال تجربه نتیجه قرن‌ها از سنت، نوآوری و تعقیب بیوقفه برای کمال هستین. به سلامتی مسیر جلو، جایی که هر بطری وعده کشف و لذت رو داره، با همدیگه چند تا از گرون قیمت ترین شراب‌های دنیا رو ببینیم تا شاید ذره‌ای طعم گس این شراب‌ها رو زیر زبونتون حس کنین. شماره 8 پنفولدز بلاک 42. جایگاه هشتم این لیست متعلق به این محصوله. پنفولدز در سال 1844 تأسیس شد که یکی از قدیمی ترین شرابسازی‌های استرالیاست. شرابساز ارشد پنفولدز گفته اونا اگه از من بخوان یک بطری از این شرابو در بالای کوه کلیمانجارو باز کنم، اینجاست که میرم. قیمت هر بطری $168,000 هستش. آمپول کابرنه سوونیون که نام دیگر این محصول هستش، در یک ظرف شیشه‌ای عرضه میشه که تنها با شکستن انتهای اون باز میشه. برای اطمینان از باز شدن صحیح اون، یک شرابساز خریدار رو برای باز کردن اون همراهی میکنه. آمپول‌های کابرنه گرونترین شراب‌هایی هستن که مستقیما از کارخانه شرابسازی خرده فروشی میشن. جایگاه هفتم این لیست متعلق به این شرابه، یعنی شاتو مارگو. این بطری که نام توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا رو یدک میکشه، در سال 1787 توسط ویلیام سوکولیون، یک تاجر شراب، به قیمت $225,000 خریداری شد و اونو برای یک شام آورد که یک پیشخدمت به طور تصادفی روی میز زد و باعث شد بطری بشکنه. بیمه شراب رو پوشش داد و اون رو به گرونترین شرابی تبدیل کرد که هرگز خورده نشد. اما اون شب مطمئناً پیشخدمت هیچ انعامی دریافت نکرد. شماره 6 شاتو لافید روتشایلد. این بطری متعلق به سال 1869 یکی از کمیابترین نمونه‌های قدیمی در نظر گرفته میشه. شاتو لافید روتشایلد که یک کارخانه شرابسازی با شهرت جهانیه، در سال 1869 به عنوان یک محصول برتر تولید شده توسط خانواده روتشایلد شناخته شد که در سال 2010 در یک حراجی در هونگ‌کنگ 3 بطری از این محصول توسط یک خریدار ناشناس از آسیا به قیمت $230,000 آمریکا خریداری شد. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی، لایک کن و ادامه ویدیو رو ببین تا از دیدن شراب‌های گرونتر شاخ در بیاری. شماره 5 هایدسیک. بطری هایدسیک 1907 ارزش خود را از طریق سفر بطری به دست آورد. در طول جنگ جهانی اول یک کشتی حامل شراب توسط یک زیردریایی آلمانی غرق شد.
خوشبختانه برخی از بطری‌ها از اژدر جان سالم به در بردند، اگرچه به مدت 81 سال بازیابی نشده بودند. در سال 1997 بیش از 2000 بطری از این شراب از کف اقیانوس کشف شد. هایتسیک 1907 که گرانترین شامپاین جهان به حساب میاد بسیار ارزشمنده و با قیمت گزافی بیش از 275,000 دلار در هر بطری فروخته شده. شماره 4 مربوط به این شرابه، شاتو شوال بلانک. اگرچه این شراب یکی از معروفترین شراب‌های قدیمی در سال 1947 بود، اما چشمانداز شوال در اصل بد بود. گرمای شدید به محصول آسیب میزد و در حالی که بسیاری از تولید کنندگان محلی دیگر از یخ برای خنک کردن شراب خود استفاده می‌کردند، شوال از انجام این کار خودداری کرد. در نهایت به دلیل موقعیت مطلوب تاکستان که کمی خنک‌تر از تاکستان‌های اطراف بود، از بدترین گرمای تاولزا در امان موند و یک شراب نادر به عمل آمد. این شراب دارای غلظت 14.4% الکل با طعم زیبای آلو و شاهتوت و بوی معطری از وانیل، بلوط و خاک بود. در سال 2010 یک بطری 6 لیتری شوال بلانک به قیمت 305,000 دلار آمریکا به فروش رفت. شاتو موتان راتشایلد جایگاه سوم از این لیست رو گرفته. در قرن 19 خانواده روتشایلد که سرانجام ثروت فراوانی از کارخانه‌های شرابسازیشون کسب کرده بودند، بزرگترین ثروت خصوصی روی زمین رو به دست آوردند. امروزه این خانواده یکی از ثروتمندترین خانواده‌ها با ثروت خالص تخمینی بیش از 350 میلیارد دلار هستند. تاکستان‌های اونا به تولید شراب برای کسانی که ذائقه گران قیمت دارن معروفن، که یکی از همین افراد خوش ذائقه این بطری رو به قیمت 310,000 دلار در یک حراجی در سال 1997 خریداری کرد. برچسب این شراب قدیمی در سال 1945 به دلیل حرف وی اون قابل توجهه که نشون دهنده پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی قدرت‌های متفقینه. جایگاه دوم لیست ما متعلق به اسکریمین ایگل. شراب اسکریمین ایگل کابرن سوونیون 1992 در سال 2000 در یک حراج شراب در ایالت کالیفرنیا به قیمت 500,000 دلار فروخته شد. این شراب به رنگ بنفش مات با طعم زیبای شاهتوت و دارای رایحه‌ای از بلوط، وانیل و نعناع. این شراب 60% که به صورت بطری نشده و فیلتر نشده هستش در میوه بلوط کهنه میشه. این محصول در میان شراب‌های فرقه کالیفرنیا قرار داره و مورد احترام زیادی قرار میگیره. قبل از اینکه آخرین مورد رو ببینیم، تجربه‌تو در مورد شراب‌ها تو کامنت‌ها برامون بنویس و بگو که بهترین شرابی که تا حالا خوردی چی بوده. و اما جایگاه اول لیست ما، تعجب‌آور نیست که ببینیم شراب رومانه کانتی در فهرست گرانترین بطری‌های شراب فروخته شده قرار داره. اونا به طور مداوم برخی از گرانترین شراب‌ها رو تولید می‌کنن. گرند کرو قرمز اونا با قیمت 73,228 دلار به فروش میرسه. مونتراش گرند کرو سفید رنگ اونا دارای قیمت 10,911 دلاریه. اما جایی که اونا واقعا درخشیدن در یک حراجیه که رومانه کانتی گرند کرو با رکورد جهانی 558,000 دلار و به عنوان گران قیمت ترین شراب در تاریخ در سال 2018 فروخته شد. یک شراب به خصوص کمیاب که به بالاترین کیفیت استاندارد شراب ها معروفه که تنها 2 عدد در حراج در دسترس بود و تنها 600 بطری از این محصول تاکنون تولید شده. در آخر یه جمله معروفی هست که میگه شراب مانند دوستیه که با گذشت زمان بو و عطر بهتری پیدا میکنه و از لذتش هرگز خسته نمیشی. ممنون که ویدیو رو تا انتها دیدین و لایک کردین. منتظر ویدیوهای بعدیمون باشین. دوستتون داریم.